دوملو التماس جواب ده. یک زنی شودار یک جورم فقط به زنا دعوت میکنه. این کثافت هم میره به زنا. با میگه ای خیلی زنا که نکنی گناهگار میشی. با میگه یک سوش گیرون. التماس یک ویدیو کنید درباره همین زناکارو. همین که میفهمونم نمیفهمه. البته این سخنان خیلی خطرناک است. درباره زنا و کار حرام چنین گفتن که اگر نکنیش گناهگار میشوی یا بگویی ثوابش بگیرم. این سخنان کفری است. انسان از دایره اسلام خارج میشوه. زنش طلاق میشوه. این کاری شوخی نیست. زناکار خوب فکر کنه که چی گفت زاده. این یک کاری حرام حلال اعتقاد کردن است که انسان کافر میشوه. گناه زنا براشون بسی نمیکنه که باز به گناه کفر دست میزنن و خودشون کافر میکنن و همسراشون طلاق میشوه. پناه به خداوند. الله ذلیل و خوار کنه همین خیلی زنهای فاحشه را که بسیار مردها را همینو به زنا و فحشا بردند. از پس همینو زنهای خودشون سر دادند و کودکاشون در بدل شد. مردن تو واریزن بهتر است که شوهر در غریبی جان میکنه که تو و فرزندات گرسنه نمونی. تو باشی او را خیانت میکنی. زنا کرده میگردی. همون مرده که با تو زنا میکنه در جوره هاش نقل میکنه که با فلان زنی شوهردار زنا کردم. همه را نقل میکنه. نخود همه که احمد شده باشه که همه را نفهمه. دیر نگذشته شوهرت هم آگاه میشوه. ایره یقین بیدون که خیانتی کردگید دیر یا زود آشکار میشوه. الله شرمندت میکنه و از نعمت شوهر محروم میکنه. انتظار باشه. اما برای این مرد زناکار همه را گفتنیم که تو از زنا یک حصه قرض گرفتی که او را اهل خانوادت پرداخت میکنه. تو خیال کرده که خیلی زیرک و هوشیار هستی که حتی زنهای شوهردار به دام خود میافتانی. از تو ده هوشیارتر و زیرکتر مردانی هستند که زن تا از برد میبرن زنا میکنن درک نمیابی. دختر و خواهرت همه خیل میبرن زنا میکنن که درک نمیابی. مردن تواری نوجوان مرد بهتر است که دیده و دانسته با زن شوهردار زنا کنی و یک عائله را ویران کنی. الله خانت بسوزه که شما در جامعه یک ویروسی خطرناک هستی. خداوند در قرآن عاقبت زناکارا را آتش جهنم وعده کرده است. پس ایره یقین بدانید که عذاب پروردگار در انتظار شما است.